شب اول وقتی که بنده رو در قبر میمونن خیشت باراش که میگردن این روح فریاد میکشد، همه یار و دوستاش میرن، خودش تنها میموند، میشیند گریه کرده. حضرت مولای نای روم میگوید همه هستند و همراهی تو تا گور، همه هستند و همراهی تو تا گور، زن و فرزند و اخوان و زر و زور، روان این همراهان غمناک با تو، نیاید هیچ کس در خواب با تو. میرن تا پیش قبرم و کسی نمیدرد. وقتی که تنها میمونده پروردگار مهربان ندا میکرده، شب که میدرآمده است دهشت همه جا که تاریکی فرا میگرفته است، پروردگار برای بنده مومنش تجلی میکرده، میگفته عبدی رجعوا و ترکوک و فی التراب دفنوک ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. پروردگار میگه ای بنده من، پیشات گشته برفتن، بچه هات گشته رفتن، خواهرزاده هات گشته رفتن، تو رو تنها گذاشتن در این خانه تاریک. و انا الحی الذی لا اموت، منم همراهی تو، همیشه همراهی تو من هستم خدایی که همیشه زنده هستم، همیشه از احوال تو خبردار هستم، من هستم. این حالت اندکی نگذشته بود که در پیش او یک جوانی زیبای پیدا می شود، رخسارش مانند ماه زیبا، در تن لباسهای زیبای خوشبو. از زیبایی و خوشرویی او روح میت به وجد می آید، به شوق می آید. پیشواز او می خیزد، می گوید ای بنده خدا، ای دوست خدا، تو کی هستی که در این حالت تنهایی به من رفیق شدی، به من مونس شدی؟ تو کی هستی؟ او می گوید انا عملک صالح، من همون عملهای صالح تو هستم، همون مسجد بیاهیات هستم، همون نمازخانیات هستم، همون پاکیزگیات هستم، من همراه تو هستم. ابشر بالذی، خدا تو را بشارتی به جنت داد، خدا تو را بشارتی به راحت داد، خدا تو را بشارتی به بهشت داد. خوشا به حال تو، من رفیقی تو هستم، تو تنها نیستی. خبر مونیس در قبر عمل صالح است. خویشاوندان همه گشته می روند، آن کسی که در قبر همراه ماست، ما مرده و او زنده، این عمل صالح ماست، این ایمان ماست. وقت از جانب پروردگار صدای می شود وافتحوا له بابا الى الجنه، برای این دریچه به سوی بهشت گشایید. این فرمان از جانب پروردگار صادر می شود. دو دریچه از سوی جنت گشاده می شود و گلیم‌های بهشتی زیری پهلوی او فرش می کنند، پهن می کنند و قبر او را گشاد کرده می شود. خوب این حالی بندگان مومن بود، بندگان با طاعت بود، بندگان نیک خدا بود. اما ببینیم حال کافر و منافقا چگونه است. وافتحوا له بابا الى النار، به سوی دوزخ دریچه از قبر او گشایید. این عذاب قبر است.